بریم با هم یه خمیر خوب بسازیم. شونه های تخم مرغمون رو به تکه های کوچک تقسیم میکنیم و 24 ساعت داخل آب جوش تنستی میذاریم پوست بخوره. بعد از 24 ساعت به وسیله یک همزن یا دریل با سری همزن خمیر رو پوره میکنیم. به وسیله یک تکه پارچه یا یک تکه تور باید کاغذهای خیس خوردمون رو آبگیری کنیم. آبگیری باید در حدی باشه که وقتی که کاغذ خیس خورده رو توی دستمون مشت میکنیم و فشار میدیم آب چکه نکنه دستمون، ولی باید مواظب باشیم که کل رطوبت کاغذ رو هم نگیریم. کاغذهای مچاله شده رو شروع میکنیم به پوچ کردن و گلوله ها رو از هم باز کردن. در همین حین اگر تکه آشغالی یا کاغذی که خوب هم نخورده باشه و تیکه مونده باشه رو هم تو همین مرحله جداسازی میکنیم. بعد پودر مل رو به ترکیبمون اضافه میکنیم. به ازای هر 2 عدد شونه تخم مرغ ما نیاز داریم به یک در واقع نصف یک فنجان پودر مل و تقریبا 1 لیوان چسب چوب. ولی میتونیم اینا رو خورد خورد و مرحله به مرحله اضافه کنیم و هر زمان که احساس کردیم که چسب نیاز داره بیشتر اضافه کنیم یا پودر مل مجدد میتونیم به ترکیبمون اضافهش کنیم. من خورد خورد اضافه میکنم و وزن میدم. هر زمان احساس کردم که نیاز به چسب بیشتری داره مجدد اضافه میکنم. ورز دادن یکی از مراحل مهم کارمونه. اینجا تست گرفتم دیدم چسب کار کمه و مجددا چسبش اضافه کردم و دوباره خوب ورز دادم. باید در حدی چسب داشته باشه که وقتی خمیر رو توی دستتون فشار میدین خوب چسبندگی داشته باشه ولی به دست شما نچسبه. الان تست گرفتم از خمیر، الان کیفیتش عالیه، هم خمیر لطیفه و هم به دستم نمیچسبه. برای نگهداری این خمیر باید خمیرمون رو توی یک کیسه بریزیم و بعد کیسه رو خیلی خوب هواگیری کنیم و درب اون رو کامل ببندیم. اگر خمیرمون رو خوب نگهداری کنیم به مدت 2 الی 3 ماه ما میتونیم این خمیر رو سالم داشته باشیم. اگه درون یخچال باشه که حتما تا 3 ماه میتونیم، اگر بیرونم باشه حتما تو محیط خنک نگهداری کنیم. بعد از اینکه کیسه اول رو هواگیری کردیم و خوب بستیم خمیر رو داخل کیسه دوم میذاریم